هیچ ضمانتی نیست. درسته که حتما آدم باید پیر بشه بمیره، مریض بشه بمیره. سالم تندرست نشستید وسط زن و بچه نفس خالی میکنه. خوش به سعادت کسی که در حال عبادت و بندگی خدا. حالا تصور کن یه نفر شراب خورده یک دفعه قبض روح میشه، تصادف میکنه، مست هم هست، مسلمان هم هست، رو به خدا بخواد بره. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند همونطوری که میمیرید همونطور محشور میشید. سبحان الله. در حالتی که مردی همونطور محشور میشید. کار دستت آدم داره میکشید، همونطور روز قیامت کار دم دستته، خون داره میچکه. مقتول میاد به خدا میگه ازش بپرس چطوری با این کارت منو کشته. در حال عود زدنید، سکرانید، مستید، اگر نفس خالی کردید هم عود دستته، اونجا هم بلند میشید. در حال شراب خوردن، در حال ظلم. بعضی بندگان خدا با دهان روزه در حال سجده، در حال تلاوت قرآن.